دوستان سلام. سریال همایش تو نظام ولایت فقیه تمومی نداره. همایش فساد و ضد خشونت کم بود، حالا همایش اقتصادم اضافه شده. مهمون ویژم طبق معمول شیخ فریه تا آسمون و ریسمون رو به هم ببافه و خالیایی ببنده که سقف همایش بیاد پایین. خب ما در این قدم از لحاظ تورم تونستیم تورم رو مهار بکنیم. اینم به عهده شما اقتصاددانان محترمه که برای مردم توضیح بدید. ما به عامه مردم وقتی میگیم تورم مثلا از 20% کاهش پیدا کرده الان شده 18%، 17% مثلا، میگن چیزی که ارزون نشده. آقا این حسن کلیدسازه یا مرد 6 میلیون دلاری؟ اگه وضعیت اینطوریه پس دیگه غمت چیه؟ دیگه چی میخوای؟ ما یک توسعه پایدار میخواییم، یک توسعه مستمر میخواییم، یک توسعه همه جانبه هم میخواییم. نمیشه تو کشور ما بگیم که ما از لحاظ اقتصادی میخوایم توسعه پیدا کنیم، از لحاظ سیاست خارجی برنامه ما کاملا منقبضه. نمیشه، والا بالله نمیشه. تجربه زندگی سیاسی ما میگه نمیشه. کشور با انزوا نمیتونه رشد مستمر داشته باشه. تو که همین 5 دقیقه پیش میگفتی تورم رو حل کردی و قفل رو باز کردی و وضعیت رو رو به راه کردی. خب اگه تو 1.5 سال یه چنین فیلی هوا کردی چرا ادامه نمیدی؟ دیگه توسعه پایدار چه سیغه‌ایه؟ دیگه 5+1 رو میخوای چی کار؟ دیگه چرا داری به هسته و هست و نیست ولایت چوب حراج میزنی؟ مگر ما در پیشرفت مرحله اول ما در توافق ژنو در زمینه بحث هسته‌ای آرمان معامله کردیم؟ مگه اونجا ما مگه اصول بردیم معامله کنیم؟ با هم حرف زدیم، با هم توافق کردیم. یه خواستی ما داشتیم، یه خواستی اونا داشتن. این خواستها با هم فاصله داره. تمام مذاکرات معناش اینه یک پلی وضع شود بین خواست طرف و خواست ما. همین. که این تو پس این همه مذاکره و نرمش و ادا و اطفار برای این بود که یه پلی از ریش تو به جیب طرف حسابا وصل بشه ها؟ ببین تو که تو کار پل سازی و پل بازی و این حرفا هستی حواست به دلواپسا هم باشه، چون ظاهرا اونا دارن زیر همین پل دینامیت کار میذارن. مقاومت و تبدیل شدن به یک قدرت کلیدی از ویژگی‌های امت اسلام است. اولین ویژگی آن است که در پرتو آموزه‌های حیات بخش اسلام جوانه‌ها سر بر می آورد و در پرتو این نعمت الهی که افزایش قدرت درونی است راه برای ایستادن بر پای خیش هموار می شود. از زیر پل که بیایم روی پل میرسیم به نوچه های کوسه که شیخ فری رو هل میدن به سمت غرب. تعارف و این حرفا رو هم کنار گذاشتن و میگن حسن گازشو بگیر و تا ته خط جام زر برو. اگر دولت بتواند در زمینه‌های گوناگون ساختار قدرت را با انتخاب بازیگران مناسب بار دیگر از پرداخت هزینه‌های اضافی باز دارد، می‌توانیم بگوییم این فرصت داخلی فراهم شده است. باید بگوییم بیشترین فرصت برای دولت حاکم بر تهران در حوزه سیاست بین المللی همکنون فراهم است. شیخ فری هم پاندولبار داره این وسط گیج میزنه و خودش هم نمیدونه که چه غلطی داره میکنه. از یه طرف فیگور ثبات میاد، از یه طرف ناله توسعه سر میده،
از یه طرف به سپاه جفتک میزنه و رزمایششو میمالونه، از اون طرف میره تو فاز بادمجون درقاب چینی واسه همین سپاه. خلاصه که گیجستانی شده این نظام ولایت. بحثای داغ و شفاف با آقای موشکار، با آقای موشکار.